در مرکز فرهنگ شهر خوجند تحت رهبری معاون رئیس ولایت سوق زینور عظیمی جلسه نوبتی حالت‌های فوق‌العاده ضد اپیدمیکی برای پیشگیری بیماری‌های سیرویتی اپیزوتی با اشتراک سردار ریاست تندرستی ولایت، سردختران ساختارهای کمک اولیه طبی، سانیتری و گوسپیتالی، مرکزهای تشکل طرز حیات سالم، مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی، خواجگی منزلی خدمت رسانی کمونالی، شعبه بی‌ضررگردانی شهر نویاها، ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری، بیمارخانه و دیسپنسرهای بیماری‌های ضد سیل صورت گرفت. در جلسه سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت تخمین عثمانووا اوید به وضع بیماری اپیزوتی در مقیاس شهر نویاهای ولایت، سردار مرکز جمهوری ضد اپیزوتی در ولایت سوق قربان عقیلوف دایر به وضع بیماری‌های اپیزوتی در بین حیوانات، سردار مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت زفتونه خواجه‌ایوا اوید به کارهای تشویقاتی و ترغیباتی جهت پیشگیری سیرویتی اپیزوتی و دیگران سخنرانی نمودند. تاکید شد که در جمهوری تاجیکستان سویه تندرستی سویه افضلیتناک سیاسی اجتماعی دولت به حساب رفته، سالمی مردم بایگیری دولت و جزء ترکیبی هدف‌های استراتژیک آن دانسته شده است. باید قید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری بی‌واسطه اساسگرای صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامی رحمان به سویه تندرستی همچون سمت افضلیتناک سیاسی اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان توجه خاص ظاهر می‌نمایند. حالا سطح و صفت تشخیصی طبابت بیماران نسبت به سالهای پیش خیلی بهتر گردیده، برای تشخیص و طبابت به کشورهای خارجی رفتن شهروندان به مراتب کاهش یافته است. ذکر کرد که با مقصد پیشگیری حادثه‌های ناخوش وابسته به وضع ناگوار سیرویتی هاری، بوغمدرد، سوختنی که سرچشمه اساسی سیرویت حیوانات میباشند، مسئولین ساحه سانیتری اپیدمیولوژی شهر نویاها، ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری در ولایت سوق، سردختران ساختارهای کمک اولیه طبی، سانیتری و گوسپیتالی، سرداران مرکزهای تشکل طرز حیات سالم، سرداران خواجگی منزلی خدمت رسانی کمونالی، شعبه‌های بی‌ضررگردانی شهر نویاهای ولایت را ضرور است که کاربری را در سمت پیشگیری بیماری‌های اپیزوتی جانناک نموده، برای سری وقت آشکار و برطرف نمودن قانونشکنی‌ها چاره‌های مشخص اندیشند. با وظیفه‌گذاری‌های مشخص جهت پیشگیری بیماری‌های بالاذکر، با عملی نمودن چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی، بلند برداشتن معرفتی سانیتری اهالی با مسئولین ساحه‌ها دستور سپارش‌های مشخص داده و جلسه حسنی انجام بخشیده شد.